آلوارو آربلوا و توطئه جدید فلورنتینو پرز. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. الان تو پیج، در واقع تو کانال حسین مادریدیستا اکسترا هستین، جایی که ویدیوهای کوتاه‌تر درباره رئال مادرید منتشر میکنم و امروز میخوام درباره آربلوا صحبت کنم، خیلی کوتاه. و چرا اصلا این ویدیو رو ساختم؟ این چند روزه خیلی مشکوک آس و مارکا و بقیه رسانه دارن درباره آربلوا صحبت میکنن. بیاید بریم دو تاشو بخونم براتون و بعد درباره‌اش صحبت بکنیم. آس یه خبر کار کرده. حالا نمیدونم چرا باید چنین خبری رو الان کار بکنه. این یه سوالی اساسی، یا مربی ما ژابی آلونسو، 3 تا بازی رو پشت هم بردیم، چرا اصلا باید بیایم در آربلوا صحبت بکنیم؟ ولی آس نوشته مهمترین ویژگی های آربلوا: 1. او هویت مشخصی در بازیش داره. تیمش ورتیکال بازی میکنه. ورتیکال بازی کردن قبلا توضیح دادم، یعنی خط چکن بازی میکنن، هی پاس ارزی نمیدن. بعد گفته مالکیت توپ داره و خیلی حملات سریعی انجام میده. نکته دوم این که پرس خیلی شدید و خفنی انجام میده، مثل کی؟ مثل کلوب. بعد توپگیریاش نزدیک محوطه جریمه است و تلاش زیادی تیمش میکنه واسه پس گرفتن توپ. نکته سوم، هافبکاش خیلی تلاش میکنن که پاسهای خط چکن بدن و فولبک ها و وینگرهاش از عرض استفاده میکنن برای نفوذ. بعد گفته که ایشون بسیار مربی فعال و مدرنیه، امروزیه، از تکنولوژی های مدرن استفاده میکنه، آنالیز میکنه و در نهایت یک رهبر فوق العاده است. او اهل ایستادن جلوی رسانه هاست تا از تیم و بازیکناش دفاع کنه، حتی در مسائلی که مربوط به داور و اینجور چیزاست. خب چرا من با این لحن تمسخرگونه براتون خوندم؟ بخوام که تمام چیزایی که خوندم تمام ویژگی‌های ژابی آلونسو هم هست. تمام ویژگی ژابی آلونسو هم هست. یعنی من داشتم میخونم، خب این که چیز خاصه، این که خب ژابی هم همین جوریه، چه چیزی داره آربلوا که مثلا این همه داری ازش تعریف میکنی؟ تک تکش که پرس شدید، مگه ژابی آلونسو بدبخت اول فصل پرس شدید نذاش؟ انجام ندادن بازیکن‌ها بعد از یه تایمی. بازی عمودی مگه اصلا دین هویسون رو نخرید واسه بازی عمودی؟ چه اتفاقی افتاد؟ بازیکن‌ها انجام ندادن، بلد نیستن. استفاده از فولبک‌ها واسه ارز دادن، خب اینو که چیزام انجام میده، ژابی هم انجام میده. تکنولوژی‌های مدرن مثل آنالیز و اینا، اونو که ژابی هم انجام میده. و آخری، مقابل رسانه‌ها وای میشه و از باشگاه دفاع میکنه. هادی دیگه ژابی آلونسو خودشو پاره کرد واسه این تیم که دفاع کنه. یعنی هر آن چیزی که اومدن گفتن همون چیزیه که ژابی داره. خب نکته که میخوام بهتون بگم، این بازی رسانه‌ای پرزه. چرا؟ رفته به کلوب گفته داداشم بیا، کلوب بهش گفته بیلاخ نمیام. رفته به فلانی گفته بیا، به زیدان گفته بیلاخ نمیام. الان هم گفته چیکار کنم؟ ژابی رو اخراج کنم، کیو بیارم؟ آربلوا رو بیارم، ولی باید قبلش جو آماده کنم دیگه. بیایم 3 تا مقاله کار کنیم تو مارکا و آیش، بگیم اوف چه مربیه، اوف این که بهترین هازی که فوق العاده ترین است. و کاری که دارم با مغز من و تو و تمام رئالیا میکنن اینه. یه دفعه تو نشستی تو خونت، داری رفتی تو توییتر، رفتی تو تلگرام، این یه مقاله منتشر شده در آربلوا، اوف آربلوا چقدر مربی خفنیه. حالا من اصلا اینجا نمیکوبم آربلوا رو، میخوام بگم داره با ذهنت بازی میکنه پرس، که فردا روز آربلوا رو آورد تو نگی این چه مربیه، بگی اوف چه مربی خفنی آوردیم. داره آماده سازی میکنه و خیلی هم خنده داره این کاری که داره میکنه. شاید تویی که رئالی 2-3 سال رئالی نفهمین، ما میفهمیم، ما 20 خورده سال رئالیم. مثلا همیشه کارهایی که پرز میکنه تکراریه. بذار یه چیز دیگه هم براتون بخونم. دوباره آیس کار کرده که آربلوا تو آکادمی رئال با سبک بازی که ارائه داده درخشیده. 150 برد با لافابریکا ثبت کرده و باشگاه خیلی ازش راضیه. حالا تا یه ماه پیش اصلا خبری از آربلوا نبود، بدبخت 150 تا تو لافابریکا برده بود، کسی اصلا خبری کار نمی‌کرد. یه دفعه الان یادشون افتاده خبر کار کنن در آربلوا. ما هم خیلی واضحه. چون اصلا این ویدیو رو واسه چی ساختم؟ دیدم خدایا هی از 2 تا خبر یکیش در آربلوا، 3 تا خبر یکیش در آربلوا. خب زای است دیگه کاری که دارید میکنید. یه خبر دیگه هم اینم بهتون بخونم. گفته باز آیس گفته کاستیا زیر نظر آربلوا زیر 3 ماه
تقریبا زیر 4 ماه یک تغییر اساسی کرده. اینا داشتن سقوط میکردن ولی الان رسیدن به 4م لیگ. کلی مصدوم داشتن ولی هندل کرده قضیه رو آربلوا. میبینی پاچه خالی محض. میانگین سنی تیم خیلی کمه. آربلوا بی‌نظیره، نمیدونم فلانه. اگه آربلوا بی‌نظیره چرا تا قبل از این اینقدر دربارش خبرکار نمی‌کردین؟ الان فقط یادتون افتاده در آربلوا خبرکار کنید. این از این که میخوام بگم جوگیر نشید. این هایپیه که داره پرز ایجاد میکنه. برای روزی که ژاوی رو اخراج کرد آربلوا رو آورد شما بگین به به. نه آقا به به نیست. آربلوا در سطح رئال مادرید نیست. باید بری کلوب بیاری. نمیاری خاک تو سرت پرز. این از این. 2. اصلا برای چی پرز میخواد بره سمت آربلوا؟ اصلا هیچ چیزی براش مهم نیست جز اینکه تو سری خوره. یعنی میگه آقا پرز میگه که هر چی من بگم گوش میده، تموم شد رفت. کلا به همین دلیل دنبال آربلواست و 50% هم شانس این هست که آربلوا موفق شه. پرز کاملا اینجوریه، میگه آقا چه کاریه، میرم آربلوا رو میارم، این که تو سری خوره شاید یه جامی هم گرفتیم. واقعا بارها این کار رو انجام داده و موفق شده، چون جلوشو نگاه میکنه، آینده رو نگاه نمیکنه. اوکی شاید آربلوا اومد یه جام هم گرفت. بله فوتبال دیگه اتفاق میفته. 3 سال بعد تو نگاه کن، 5 سال بعد تو نگاه کن. چرا به چسب زخم نگاه میکنی؟ این از این. نکته بعدی، همه این تعریفا درباره ژابی آلونسو هم بود قبل از اینکه بیاد. رئال مادرید، یعنی مدیریت رئال مادرید، یه مثال میخوام براتون بزنم، 2 تا مثال میخوام براتون بزنم. مدیریت رئال مادرید در حال حاضر مثل 2 نفره. نفر اول یه بچه خرپول 5 ساله، بچه خرپول توی خانواده فوق پولدار که 5 سالش، قطعا دیدین میره خیره ننه باباشو میگه من مثلا چه بدونم PS5 میخوام، برای من PS5 بخرید، خودشو میکشه واسش یه چیزی بخرن، یه اسباب بازی، یه کنسولی، چیزی براش میخرن، 2 روز بازی میکنه تکراری میشه واسش. رئال مادرید، مدیریت رئال مادرید اینه. خودش داشت میکش تابستون واسه ژابی آلونسو، اوف ژابی آلونسو فلانه، اوف ژابی آلونسو اعلانه. ژابی آلونسو رسید خسته شدن ازش، 2 روز باش بازی کردن خسته شد. آربلوا هم همین میشه. اگه این پاچه خاریا تازه حقیقی باشه، تازه اگرم حقیقی باشه بیاد باشگاه، 2 روز ازش خسته میشه. این است. شبیه کیم دیگه؟ شبیه این پسراییم که وقتی عاشق میشن دیگه اصلا یه کاراکتر دیگه میشه طرف. حالا ما اصلا بیایم در مورد عشق صحبت نکنیم. یارو دنبال یه چیزیه، یه هدفیه. هر کسی دنبال یه هدفیه و برای اینکه به اون هدف برسه خودشو میکشه. و وقتی که به اون هدف میرسه دیگه رسیدم دیگه. دقیقاً با رئال مادرید یک چنین کاراکتری داره مدیریتش. یعنی هی از یه چیزی تعریف میکنن، بعد که بهش میرسن دیگه اون چیز ارزشش رو از دست میده. چرا؟ چون بهش رسیدیم. چون بهش رسیدیم دیگه ارزش نداره. یعنی تمام این چیزایی که دارید میخونید در آربلوا، من مطمئنم اگه بهش برسیم، یعنی مثلا آربلوا اصلا فرض کن بهترین مربی جهان بیاریمش، 2 بازی این پرس کنه وینیسیوس انتر ناراحت بشه بگه من نمیخوام بدوام، تموم شد. پرز هم یاد میذاره سر آربلوا که چرا از اینا کار کشیدی. دیگه این پترنا تکراری شده، این الگوها تکراری شده. این چیزاییه که اعصاب آدم خورد میکنه، خیلی زشته. ببین این که ما به مربی کاسیامون اهمیت بدیم و من دوست دارم، ولی نه برای فشار آوردن به ژابی آلونسو. شما باید 3 ماه پیش مقاله کار میکردی در برای آربلوا، نه الان. بعد سال آخر که دیگه ویدیو خیلی طولانی هم نشه، سوال مهمی که تو ذهنم، اصلا آربلوا رو بیار. آخه لامصب، آخه ابله، ژابی آلونسویی که رفته بدون شکست لیگ آلمان رو برده، رفته جام حذفی رو برده، رفته لیگ اروپا فینال نایب قهرمان شده، بازیکن‌ها ازش حرف شنوی ندارن. یارو با این سابقه، بعد لژند خودش، یعنی جایگاه ژابی آلونسو به عنوان بازیکن در تاریخ فوتبال اینجاست، آربلوا اینجاست. اینو به یه برشون گرفتن. فکر می‌کنی آربلوا رو جدی میگیرن؟ آربلوایی که تا الان داشته با بازیکن مثلا 16 ساله 17 ساله کار میکرده، الان مثلا والورده میاد ذره اهمیت میده بهش، وینیسیوس همون جلسه اول میخورتش. یعنی چی رو داری با چی تغییر میدی؟ میدونی اصلا برای من عجیبه. مثل اینکه چه بدونم ماشینت چرخش خراب شده باشه، دنده داره خوب کار میکنه، خب بعد بری تعمیرگاه دنده رو عوض کنی چرخه بمونه. یعنی چه فرقه؟ یه مربی با یه ویژگیایی داری اخراج میکنی، یه مربی دقیقاً با همون ویژگی‌ها میاری، چه چیزی عوض میشه؟ هیچی.
فقط پرز داره وقت کشی میکنه. یعنی مطمئنم خود پرز هم میدونه که تفاوت خاصی رخ نمیده، داره وقت کشی میکنه. برای چی؟ برای اینکه تابستون شه ببینه چه غلطی میتونه بکنه. یک. دو، همیشه رو شانس حساب میکنه، میگه آقا من آربلوا رو بیارم شاید برد. چرا؟ دوباره زیدان باعث شده این تفکر بیفته تو ذهن این بنده خدا پرز، چون زیدان آورد، زیدان رفت چمپیونز برد، اینا فکر کردن اینجا خرکیه. بابا زیدان چندین سال کمک آنجلوتی بود، یعنی با تمام این بازیکن‌ها کار کرده بود، به عنوان کمک مربی کار کرده بود، کاملا میشناخت باشگاه رو. بعد اگه مثلا آربلوا 3 سال کمک مربی آنجلوتی و ژابی آلونسو بود، میگفتم اوکی میشناسه جو باشگاه رو. از این خبرها دیگه نیست. به هر حال من امیدی به آینده ندارم، آینده میگه حداقل تا تابستون امیدی ندارم، مگر اتفاقات باعث بشه ما به یه جایی برسیم. و هر خبری هم که میاد، ببین وقتی در رئالی هستی تو، خب در رئال مادرید اخبار رو در سطحی نگاه نکنید. آربلوا مربی خوبیه، نه، تمام اخباری که از رسانه‌های اسپانیایی میاد پشتش یه چیزیه، پشتش یه توطئه‌ایه. به پشتش فکر کنید، به این فکر کنید که چرا الان دارن چنین خبری میدن، چرا دارن چنین چیزی میگن. به این موارد فکر کنید. و نکته آخر، چون ویدیو در آربلوا است، به چه چیزی فکر کنید؟ اینکه اگه آربلوا انقدر خوبه، چرا الان دارید مقاله دربارش منتشر میکنید؟ چرا 3 ماه پیش این کارو نکردید؟ مرسی از اینکه با من همراه بودید. دمتون گرم. ایشالله که ایران و ایرانی همیشه خوشحال باشه، حالمون خوب بشه، وضعیت جامعه بهتر شه، وضعیت اقتصادی بهتر شه، حال شما رئالی و من رئالی هم بهتر بشه. دمتون گرم. خدا نگهدار.